سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان عزیز. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، میخوام مطلبی رو باهاتون در میون بذارم، درد دل کنم، باهاتون صحبت کنم، هم با شما و هم همکارای خودم. دوستان عزیز، ببین، من قبل از این مورد یه برد پکیج و یه پمپ رو خدمت شما نشون میدم. موضوع که در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم صادقانه کار کردنه. کار کردن مهم نیست، درست کار کردن خیلی مهمه. وقتی درست کار میکنی حال خوب بهت دست میده، دستمزد خوب میتونی بگیری، دستمزد بهت میچسبه، لذت میبری، خستگی از تنت میره بیرون. لطفاً میخوام در مورد دو تا برد و پمپ باهاتون تو پست بعدی صحبت کنم، ولی صحبتم صادقانه کار کردنه. امیدوارم که این مورد همه دوستان و به خصوص خودم تو کارهامون لحاظ کنیم. ممنونم.